هوای شهر ما شهشهانی و بارونیه. نمیدونی چه بارون قشنگیه. برای همین یه چایی گذاشتم به همراه تخمه. بذاریم اینجا بریم که ریدی؟ بریم که میخوام براتون عجیب ترین خاطرات مخملی از رفتنش به خوابگاه دخترونه تا سونایی که دهنش کف کرده بود بچم براتون تعریف کنم. مخمل یادت رفته بودی خوابگاه دخترونه؟ تو چقدر خوشگلی. جونم براتون بگه که آقا حدود 4 سال پیش وقتی من دانشجوی مامایی بودم توی دانشگاه سراسری گرگان، اونجا تایم کرونا هم بود و توی خوابگاه کسی نبود و از طرفی من چون رشتم مامایی بود و واحد عملی داشتیم مجبور بودم که برم خوابگاه هم که اون زمان خلوت بود، کسی نبود به غیر از چند تا مثل ما رشته‌ای که واحد عملی داشتن توی خوابگاه بودیم. یه تایمی پیش اومد که محمد حدود یه هفته خودش گرگان کار داشت و جایی نبود که مخملو بخواد نگه داره. برای همین گفتم محمد بذار من با مسئول خوابگاهمون یه صحبتی بکنم، اگه مشکلی نداشتن اتاق ما که خالیه کسی نیست مخملو بیارم پیش خودمون. و تو اتاقم که من و یکی از دوستان بودیم. رفتم پیش مسئول خوابگاهمون و گفتم که خانم فلانی من شرایطم اینجوریه، یه مرغ مینا دارم، میخوام که اگه بشه مثلا اگه مشکلی نباشه تو خوابگاهم چون کسی نیست اگه شما موافقت کنین من مخملو بیارم. بعد این خانم مسئول خوابگاهم خودش عروس هلندی داشت، عروس هلندیش هم خیلی دوست داشت. تو من گفتم که مثلا همچین پرنده‌ای دارم و اینا، کلی استقبال کرد، عزیزم آره بیارش. بعد پیج مخمل رو گرفت، فالو کرد مخملی رو. خلاصه اینجوری شد که من به محمد گفتم که بیار مخملو بیار که میتونم نگرش دارم. روز موعود فرا رسید و آقا مخملی با ماشینمون پشت در خوابگاه بود. از طرفی از قبلش من با نگهبان خوابگاه هماهنگ نکرده بودم. رفتم مخملم دستم اینجوری جلو در خوابگاه از سمت نگهبانی میخوام رد بشم، آقای نگهبان اینجوری کرد خانم فکر میکنم ورود حیوونا به خوابگاه ممنوع باشه. گفتم که آقای فلانی من با خانم مسئول صحبت کردم، اوکی دادن مشکلی نیست. بعد رفت و صحبت کرد و خدا رو شکر درست شد و اینجوری شد که پای آقا مخمل من به خوابگاه دخترونه باز شد. تو خودت هم میخندی اینجا ببینم میخونم به تو. خوابگاه دخترونه دوست داشتی مخمل؟ خلاصه بابا مخملی وارد حیات خوابگاه شده. حیات آره تایید میکنه. حیات خوابگاه هم اینجوری بود که مثلا اگر شما فرض کن یه مستطیل رو در نظر بگیرید که حیات خوابگاهه، 2/3 این حیات در واقع پوشیده شده بود از سقف طبقه اول انگار میشد، 1/3 آزاد بود به بیرون که اونم دیگه به خاطر که خوابگاه دخترانه بود با نرده پوشونده بودن. خلاصه ما با مخمل اومدیم و رفتیم اتاق مامان شدی. ما وارد اتاقمون شدیم و مخملم از اونجایی که یک موجود بسیار محتاط هستش، هر جایی که جای جدید باشه براش، فضا جدید باشه، نه پاشو میذاره روی زمین نه ارتباط برقرار میکنه و مثل این بچه ننه ها میچسبه رو شونه منم از خدا خواسته از این فرصت استفاده کردم و اینو انداختم رو شونم و رفتم تو سالن‌های خوابگاه گشت زنی پوزشو میدادم و رفتم مثلا تو آشپزخونه. یهو بچه اومدن خدای من پرنده رو شونت اینجا چجوری؟ مخمر که حرف زد اینا دیگه اینجوری بودن یا خدا صحبت میکنه. دیگه اصلا برای خودش آقا اونجا داشت آتیش میسوزون، توجه ها رو همه رو برای خودش جلب کرده بود. دور من تو خوابگاه دخترها جمع شده بودن، اینم حرف میزد. یک وضعی بود. الان بگم یک عالمه از فالوورای اینستاگرام آقا مخملی همین بچهای خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هستن. کلی دکتر و پرستار و ماما فالوت میکنن آقا پسرم. اینا به خاطر مامانیه. مخمل دوست داری اینقدر پزشک و پرستار تو رو فالو دارن؟ دوست داری؟ این از وضعیت خوابگاه رفتن مخملی. حالا یه چیز دیگه هم بگم، گفتم حیاتمون یه 2/3 فقط حالت سقف پوشیده داشت، 1/3 آزاد بود. من گفتم این چسبیده به من دیگه، ول نمیکنه، جای جدیده بلند نمیشه. آقا اینو انداختم رو شونم و رفتم تو حیات خوابگاه.
و حسابی توی اون چند روزی که این آقا توی خوابگاه بود دلبری کرد و همینجور دختر و خانم بود که برای این قش و ضعف میرفتن. تازه اینم بهتون بگم حتی تو حموم خوابگاه دخترونه گرگان هم این آقا پسر براش تشت گذاشتم رفت حموم کرد اونجا. ماجراهای من و مخمل تمومی نداره. مخمل اینا رو که دارم تعریف میکنم یادته؟ حالا یک خاطره بسیار سم و ناراحت کننده ای از کله خربازی من داریم که تو همین خوابگاه برای آقا مخمل اتفاق افتاد. نمیدونم بگم یا نگم. ببین من قبلش خودمو قضاوت کردم و گفتم که کله خربازی در آوردم، تو رو خدا شما دیگه قضاوت هم نکنید. اون شبایی که مخمل اومده بود خوابگاه پیش ما هوا یهو سرد شد. قبلش سرد نبود، یهو سرد شد و تو اتاق که بودیم شوفاژ کم بود و من ترسیدم که مخمل یخ بزنه و یه کاری کردم. مخمل رو تو اتاق کنار شوفاژ گذاشتم. دو تا شوفاژ اون اتاق ما داشت که یکیش خراب بود و یکیش روشن بود. فقط من مخمل رو قفسش رو گذاشتم کنار شوفاژ، پتورم انداختم رو مخمل و شوفاژ با هم. گفتم خب خیلی کمه، یه کم کوچولو بچه‌م یخ نزنه، هوا خیلی سرده، این گرمش بشه. متاسفانه گویا آخر شب اینا شوفاژا رو زیاد کرده بودن که ما سردمون نشه و ما همینجوری خوابیده بودیم و خبر نداشتیم. صبح من و دوستم که تو اتاق خواب بودیم بلند شدیم، دوستم گفت وای ساناز دیشب اینا رو شوفاژا رو روشن نکردن چه اینقدر سرد بود. من تا صبح لرزیدم از سرما. بعد منم گفتم آره واقعا فاطمه چقدر سرد بود، اصلا چرا اینجوری بود، چشمتون روز بعد نبینه. اومدم پتو رو زدم بالا، حاله ای از هوای گرم خورد تو صورتم و مخملی که اینجوری بود. من خیلی متاسفم مامان، من قربونت برم الهی. بچه من تا صبح داشته پاره میشده از گرما، داشته له له میزده، همه اون هوای گرم از زیر پتو فقط میرفته تو قفس مخمل و کل اتاق ما سرد بود و اینجوری مخمل من یک شب تا صبح رو به حالت سونا زندگی کرد. الهی من دورت بگردم اون شب اصلا تونستی بخوابی؟ انقدر خودم رو فوش دادم که نگو. این بچه‌م تا 10 دقیقه فقط اینجوری بود. منو ببخش مامان، من عاشقتم، من دورت میگردم. مخمل من یک شب تا صبح رو به این فلاکت سپری کرد. عاشقتم دردونه. و اما خاطره سوم، این خاطره رو برای این میخوام براتون تعریف کنم چون زمانی که ولاگ فرار دوباره مخمل رو براتون تعریف کردم خیلیاتون خاطرهای جالبی برام گفتین و من یادم اومد که یه گند دیگه هم یه بار دیگه زدم و گفتم که اینم براتون تعریف کنم. ما چند سال پیش رفته بودیم خونه یکی از دوستامون تو استان مازندران، شهرستان قائمشهر. رفتیم خونه اینا و دوستم هم خودش عروس هلندی داشت و دیگه حالا درک کرد. منم بهش گفتم که مخمل یه روز کامل تو قفس بوده، اذیت میشه بچه‌م، یکم آزادش کنم تو خونتون. گفت باشه آزاد کن، مشکلی نیست. چون خودشون هم عروس هلندی داشتن مشکلی نداشتن. من مخمل رو آزاد کردم و تو حال نشسته بودم برای خودم. مخمل همجور اینور میرفت اونور میرفت، پرواز میکرد، گشت میزد برای خودش تو خونه. یه آن نمیدونم چی شد که مخمل پرواز کرد رفت سمت اتاقشون. منم خب مشکلی نداشتم دیگه، اوکی بودم. یهو دوستم داد زد که سانس فکر کنم به در تراس باز بود. اینو که گفت من یعنی مثل این ذرت بوداده تو قابلمه یهو میپره. من اونجوری پریدم به سمت اتاق مخمل. رفتم دیدم آره 4 تا در تراس باز، قشنگ فضای بیرونم دیده میشه، قشنگ انگار یه پارچه آب یخ ریختن رو سرم. محمدم بیرون بود، با شوهر دوستم رفته بودن بیرون. گفتم وای سپیده محمد بیاد منو میکشه. این از این استرس محمد به کنار، استرس خودم. من الان چیکار کنم سپیده؟ من الان چیکار کنم؟ دستام اینجوری تو تراس داد میزدم مخمل داد میزدم، فایده نداشت. یعنی بهتون بگم گفتم دیگه رفت از دستم، دیگه رفت و من نمیتونم پیداش کنم. ناامید سرم انداختم پایین، برگشتم سمت اتاق که بیام یه گلی به سرم بگیرم برم بیرون ببینم چیکار کنم. همین که برگشتم آقا رو در قسمت جالباسی نشسته بود رو لباسم و همینجور زل زده بود من نگاه میکرد. خب تو که اونجایی یه چیزی بگو پدر سوخته، من سکته کردم. اومدم در تراسم چف بستم، گفتم خدایا 1000 مرتبه شکرت، نمیدونی چه حالی بودم، انگار دوباره متولد شده بودم از خوشحالی. و این بود از این شوک‌های عظیمی که یهو در زندگی با مخمل به من دست میداد. خب این بود خاطرات امروز ما توی یک روز بارونی از گنبد کاووس. نمیدونم شما از کدوم شهر کنار ما این و دارین نگاه میکنین، ولی امیدوارم هر جا که هستین این خاطره ما براتون خوشایند بوده باشه و لبخندی به لبتون آورده باشه و حتما برامون بنویسین از کدوم شهر کنار ما این همراهمونین تا یکی دیگه از ماجراهای مخمل و مامانش با شما عزیزای دلم خداحافظی میکنم. عاشقتم. Bye bye.